موضوع امروزه درسی ما سیستم گردش خون و ما شروع میکنیم درس خود رو از دیل. دیل اصلا در قفس سینه جایگیر است، کمی در طرف چپ. طرف چپ یعنی از سه دو حصهش در طرف چپ و یک حصهش باشد در طرف راست جایگیر است. دیل همچون نساس عضو مرکزی سیستم گردش خون بوده، همچون نساس کار کرده، خون رو چی میکند؟ به حرکت میدارد. حالا ما دیده میبریم ساخت آناتومی دیل رو. ساخت آناتومی دیل رو دیده میبریم. ما شروع میکنیم از قبط‌های دیل. قبط مبینی دیل یعنی قبط اساسیش نام دارد میوکارد. نام دارد چی؟ میوکارد نام دارد. میوکارد طرف سر کنیم. قبطی مبینیه که موشکی دیل می باشد. معنای میوکارد میو می شود موشک، کاردیو باشد می شود چی؟ دیل. موشک های دیل رو میگن میوکارد. و حال ما تصویر دادیم چی رو؟ میوکارد رو تصویر دادیم. و بعد در قسم بیرونی میوکارد یعنی از بیرونی میوکارد، از سمت بیرونی میوکارد قبط بیرونی دیل جایگیر شده است که نام دارد اپیکارد. نمونه‌ایسیم قبط میوکارد. میوکارد معنی چی؟ میو موشک، کاردیو دیل. میو موشک و کاردیو باشد چی؟ دیل. یعنی موشک های دیل رو چی میگن؟ میوکارد. این که حجرهاش رو کاردیومیاسید میگن، حجرهاش کاردیومیاسید، موشکش رو میوکارد میگن. و در قسم بیرونی دیل از بالای میوکارد یک قبط دیگر جایگیر شده است. این قبط بیرونی دیل. قبط بیرونی دیل که نام دارد اپیکارد. قبط بیرونی دیل چی نام دارد؟ اپیکارد. معنای اپیکارد اپیکارد. اپی روی یعنی روی قسمت بیرونی دیل، کاردیو دیلان کارد. اپی چی؟ روی این که قبط بیرونی کاردیو گفتیم چی است؟ این دیل است. میوکارد بافته موشکی است. میوکارد بافته موشکی، موشکی کندلانگرخ. دلانگرخ میوکارد موشک کندلانگرخ. اپیکارد باشد بافته پیوست کننده است. پیوست کننده، بافته پیوست کننده. و از سمت داخل باشد، از سمت داخل جایگیر شده است اندکر. پیش از اندکر ما شدیم دیل انسان چهارخانگی، چهار حجرگی است. چهار حجرگی. انا از سمت داخل در زیر میوکارد جایگیر شده است چی؟ قبط داخلی اندوکارد. اندوکارد تمام سطح داخلی دیل رو پوشانیده است. اندوکارد اصلا وظیفه محافظتی را اجرا میکنه. قسمتی که ما کشیدیم این قسمت نام داشت اندوکارد. اندوکارد
اندوداخیل کاردیو گفتیم چی دیل، یعنی میوکارد قبط مابینی، اپیکارد قبط بیرونی، اندوکارد باشد قبط داخلی است و در دیل ما 4 حجرگی می باشد. این وقتی که شما میبینید در بار اول نگاه کردن شما به نهایت زیادتر دقت که به نهایت زیاد فهم چی خطا میکنید. شما فکر میکنید هنگام دیدن از سمت مثلا رو بروی دیل وقتی که نظر میکنید در رسم شما فکر میکنید که این طرف چی است، این قسمی راست دیل اما این قسم دیگر باشه چپ، اما این طور نیست. برعکس وقتی که ما الان خیلی میمونیم دیل رو هم اگر نگاه میکنید در اینجا این طرف چی میشه، طرف راست و طرف دیگر باشه طرف چپ، یعنی انا این قسمت چی است، قسمتی چپ دیل. در قسمت چپ دیل جایگیر شده است دهلیزی چپ و میدچه چپ، یعنی دهلیز چپ و میدچه چپ در قسمتی راست باشد دهلیزی راست و میدچه چی راست، دهلیزی راست و میدچه راست جایگیر شده است، دهلیزی راست و میدچه راست. و میدچه ها در بین میدچه ها دیوار بین میدچوی، در بین دهلیز ها دیواره بین دهلیزی هیچگاه از دهلیز راست به دهلیز چپ میگن که از دهلیز چپ و دهلیز راست خون هیچگاه حرکت نمیکند، عکس هم به سمت دیگر هیچگاه چی حرکت نمیکند و در میدچه ها نیز چنین است. در حالت معیاری هیچگاه خون از میدچه راست به میدچه چپ، یعنی از میدچه به میدچه که از دهلیز به دهلیز هیچگاه حرکت نمیکند خون. اگر یگان چی باشد نقصان باشد میتواند در حالت حرکت کردن الکی این چی است نقصان است و تنها خون حرکت میکنه از دهلیز ها به میدچه ها، از دهلیز ها به میدچه ها. ببینید در بین دهلیز میدچه ها دیواره است، دیواره و بعدا در این منطقه یک سوراخی قرار دارد، یک سوراخی بین دهلیز راست میدچه راست یک سوراخی است، در بین دهلیز چپ میدچه چپ نیست چی جایگیر شده است، سوراخی جایگیر شده است و در این سوراخی ما چی رو میبینیم؟ دریچه ها رو میبینیم، دریچه کلاپ هم میگن در غطا، دریچه هایی که در غطا در بین دهلیز چپ و میدچه چپ در غطی کلاپانی دو دره سخیماتیک نکشیم، دو دره دو طبقه و در بین دهلیز راست و میدچه راست در طرف راست کلاپانی چی؟ سه دره، سه طبقه جایگیر شده است، دو دره و سه دره. بعد این کلاپان هایی که ما میبینیم کلاپان ها حاصله های اندوکارد میباشند، یعنی از حساب قبط داخلی من رنگ سبز خطی کردم کبود چون که کلاپان ها هم حساب چیز میشه حساب برآمد های اندوکارد، حساب برآمد اندوکارد این کلاپان ها حاصل میشود و در دیل ما گفتیم 4 حجره 3 قبط دارد، قبط داخلی مابینی بیرونی. دیل 4 حجره دارد، 2 دهلیز 2 میدچه. دیل 4 تا کلاپان دارد، کلاپان های دریچه دار در بین دهلیز و میدچه کلاپان های دریچه دار در طرف چپ 2 دره در طرف راست 3 دره. این چنین باز 2 تای دیگر چی داریم ما دریچه در غطی رو تازه کنیم اگر برای جو و آنم میدچه ها از میدچه چپ رنگ کلانتری و کوتاه‌تری میبراید، رنگ کلانتری و کوتاه‌تری میبراید که نام دارد. چی نام دارد؟ شاهرگ یا اینکه چی میگن آورتا نام دارد چی؟ شاهرگ یا اینکه میگن آورتا و از میدچه راست باشد، از میدچه راست نیز یک رگ دیگر میبراید که این رگ نام دارد شرایون شوشی.
شرایون شوشی نام دارد و در همین منطقه ها، یعنی در شهرک، بین شهرک و میدچه چپ چی جای گشته است؟ کلپن در واقع جای گشته است. در بین میدچه راست و شرایون شوشی نیست چی جای گشته است؟ در واقع و این کلپن رو میگن در واقع شهرک. در واقع یعنی کلپنی چی؟ شهرک. در واقع شهرک این در واقع هلال شکل است. هلال شکل. در بین میدچه راست و شرایون شوشی چی جای گشته است؟ در اینجا نیست، در واقع شرایون شوشی جای گشته است. در واقع کلپنیا در واقع شرایون شوشی جای گشته است. در واقع شرایون شوشی که این هم چی است؟ هلال شکل. در واقع هلال شکل است و برای چی هلال شکل میگن؟ همین شکل اگر همین در واقع رو اگر ببینید و چی مانندی دارد؟ همین خیلی شکل دارد. این شکل با ماهی که ماهی ناپوره هلال میگن. ماهی که ناپوره، اگر ماه ناپوره باشد 15 روز وقتش میاد، ماهی 15 یعنی 15 روزه شده باشد ماهی ناپوره است، یعنی هلال شکل با هلال مانند است. و اگر همین هم اگر از پیشی خوبتر ببینید اگر به همین مانند دارد هلال شکل است و ما به طور نقشه‌ای تصویر دادیم در اینجا این چیز معین نشده است. و این رگ‌هایی که از میدچه ها بر اومدن این رگ‌ها بودن رگ‌های شرایونی، رگ‌هایی که توسط آنها خون از دل به عضوها حرکت میکند، از دل به عضوها حرکت میکند، رگ‌های شرایونی میگویند. رگ‌های شرایونی و رگ‌هایی که توسط آن رگ‌ها خون از عضوها به دل میآید رگ‌های چی میگن؟ رگ‌های وریدی. و در اینجا ببینید این وریدی خالی بالا اینش باشه، وریدی خالی پایان این رنگ نام دارد وریدی خالی بالا. وریدی خالی بالا اینش باشه وریدی خالی پایان. وریدی خالی پایان و در دهلیزی راست وریدی خالی در دهلیزی راست میریزند، یعنی با خوی میرسند. دهلیزی چپ باشد، در دهلیز چپ وریدهای شوشی وارد میشوند. این 4 تا رگ میبینیم. این رگ‌های چی هستند؟ رگ‌های وریدی شوشی. وریدی شوشی یعنی رگ‌هایی که توسط آنها خون از عضوها به دل میآیدند. ببینید حرکت خون از عضوها به کجا؟ به دل. این رگ‌ها رو چی میگن؟ رگ‌های وریدی یعنی رگ‌هایی که وارد کننده خون به چی؟ به دهلیز. همیشه رگ‌های وریدی به دهلیزها به آخر میرسند. در دهلیز آمده میریزد. همیشه رگ‌های شرایونی از کجا خارج میشن؟ از میدچه‌های دل خارج میشن. بعد سوال میشود. یک چند سوال ده باید ما جواب دهیم. یکم سوال دل چند قبر دارد؟ دل 3 قبر. کدام قبر دارد؟ میاکارد، اندوکارد، اپیکارد. دوم سوال دل انسان چند حجرگی است؟ چند خانگی است؟ دل انسان 4 خانگی.
یعنی 4 حجرگی 2 تای بالا دهلیز و تای پایین میدشه 2 دهلیز و 2 میدشه. سیوم در دیل چند کلاپن دیده میشه؟ در دیل 4 کلاپن 4 کلاپن 2 تا کلاپن های دریچه دار 2 تا کلاپن های لول شکل کلاپن های دریچه دار میشن 2 دره و 3 دره در طرف بین دهلیز چپ میدشه چپ کلاپن 2 دره بین دهلیز راست میدشه راست کلاپن چی 3 دره و کلاپن های لول شکل باشد این در آورتا و در شرنشی بین آورتا و میدشه چپ شرنشی و میدشه راست جایگیر شدن. بعد چهارم در دیل چند تا رگ وجود دارد؟ در دیل 8 تا رگ وجود دارد. 8 تا رگ از این جدا می شود 2 تا شریانی و 6 تاش وریدی. ببینید رگ‌های شریانی شاهرگ این آورتا شریانی است شریانی شوش این 2 تا رگ‌های چی آورتا و شریانی شوش با رگ‌های شریانی داخل میشن با رگ‌های وریدی باشن وریدی خالی پایان وریدی خالی بالا 2 تا شد و در دهلیز چپ با آخر هستند. وریدی شوش باشد 4 تا از یک شوش 2 تا میبید از شوش دیگر باشد 2 تا ما 2 شوش هر یک شوش 2 تا یاد اگر 4 تا میشن. وریدهای شی 1 2 3 4 تا ورید دوشی 2 3 2 چند میشه 6 تا وریدی و 2 تای دیگر چی میشه رگ‌های شریانی. پنجم سوال می شود که در طرف چپ دیل چگونه خون حرکت میکنند در طرف راست دیل چگونه خون حرکت میکنند. در طرف چپ دیل اصلا خونی شریانی حرکت میکنند. ببینید در طرف چپ دیل خونی شریانی حرکت میکنند در طرف راست دیل باشد خونی وریدی حرکت میکنند. در طرف راست دیل خونی چی وریدی یعنی طرف راست خونی وریدی دارد دهلیز راست میدهچه راست خونی وریدی دهلیز چپ میدهچه چپ خونی چی خونی شریانی. پنجم گفتیم در قسمت چپ قسمی چپی دیل و قسمی راستی دیل در قسم چپی دیل جایگیر شده است در قسم چپی دیل جایگیر شده است خونی اکسیژن دار یعنی خونی شریانی در قسم راست دیل باشد خونی وریدی یعنی چی خونی وریدی که از چی بایست از CO2 بایست در اینش باشد اکسیژن بایست. و خیلی ششم سوال بیاد سوال بودن گیریم دوری گردش خون دوری کلونی گردش خون از کجا شروع می شود؟ دوری کلونی گردش خون شروع می شود از میدچه چپ شروع می شود از کجا؟ از میدچه چپ دوری کلونی گردش خون شروع می شود از میدچه چپ در کجا با آخر می رسد؟ با آخر می رسد در پریکریست از میدچه چپ شروع می شود در دهلیز راست با آخر می رسد جای با آخر رسی در دهلیزی راست یعنی در کجا با آخر می رسد در دهلیزی راست. بعد هشتم توسط دوری کلونی گردش خون توسط کدام رگ شروع می شود؟ کدام رگ؟ توسط شاه رگ. کدام رگ خطی؟ شاه رگ. نهم سوال دوری کلونی گردش خون توسط کدام رگ به آخر می رسد؟ در توسط وریدهای خالی بالا و پایان در کجا؟ در دهلیز راست توسط رگ‌های وریدی خالی بالا و پایان. دهم سوال وظیفه دوری کلونی گردش خون از چی عبارت است؟ وظیفه دوری کلونی گردش خون مبادله ماده. 11 دوری خردی گردش خون از کجا شروع می شود؟ از میدچه
از میدچه راست. 12. دور خردی گردش خون در کجا به آخر میرسد؟ در دهلیزی چپ. در دهلیزی چپ. 13. بعد دور خردی گردش خون توسط کدام رگ شروع آغاز می شود؟ توسط شریان شوشی. کدام رگ قطع حرکت میکند از دل؟ توسط شریان شوشی. کجا؟ شریان شوشی. دیگر سوال دور خردی گردش خون توسط کدام رگ‌ها به آخر میرسد؟ توسط رگ‌های وریدی شوشی. 14. رگ‌های وریدی شوشی. 15. دور خردی گردش خون به کجا می رود؟ به شوش. دور کلام به تمامی بدن دور خرد باشد به شوش. 16. وظیفه دور خردی گردش خون چیست؟ دور کلام مبادله ماده. دور خرد مبادله گاز. بعد داشتی 17. ببینید در دهلیز راست و میدچه راست کدام خون حرکت میکند؟ خونی وریدی. چون که همین وریدی های درونخوری بالا پایان در ترکیبشون خیلی خون دارند. خونی وریدی. وقتی که خونی وریدی خالی بالا پایان خونی وریدی دارن و دهلیز راست اینم خونی وریدی از اونجا میدچه راستش هم خونی وریدی شریان شوشی قطع حرکت میکند به کجا؟ به شوش میرود. اینم خونی وریدی. شوش رفته در شوش CO2 رو میتید از آنجا چی اکسیژن رو میگیرد این مبادله گاز به عمل میاد. CO2 رو داده اکسیژن رو گرفتن در آنجا چی میشد؟ خونی وریدی به خونی شریانی مبادل میگردد. و در دهلیز چپ و میدچه چپ خونی شریانی است چون که این وریدهای شوشی در ترکیبشون خونی چی است؟ خونی شریانی است. خونی شریانی گرچند که رگ‌های وریدی وریدی شوشی چون که از شوش میآید یعنی وریدهای شوشی از شوش میآیند به دل به دهلیز چپ از شوش میآیند خونی شریانی رو میگیرند میآیند یعنی خونی شریانی. انا شریانی شوشی رگ شریانی است. ما داریم گفتیم رگ داریم خون. رگ شریانی رگ گفته رگ شریانی رگی که از دل میبراید به عضو میرود. رگ شریانی وقتی خونی شریانی شد خونی که از اکسیژن بوی است. در شریان شوشی رگ شریانی است اما خونی ترکیبش در ترکیبش مایعی که دارد خونی که دارد خونش وریدی است و به شوش میرود. در آنجا مبادله گاز به عمل میاد. CO2 رو میتید از آنجا اکسیژن رو میگیرد در شوش خونی وریدی به خونی شریانی مبادل میگردد. بعد از این توسط وریدهای شوشی همین خونی شریانی حرکت میکند به کجا میاد؟ به دهلیز چپ از آنجا به میدچه چپ از میدچه چپ توسط شاهرگ به کجا میرود؟ به تمامی بدن میرود. بعد شاهرگ میرود به تمام بدن. یک قسمی شاهرگ تمامی اندامی بالا رو بخون تمام میکند یک قسمی دیگرش اندامی پایان رو میرود. خونی شریانی که طرف قسمتی بالا میرود یک قسمی طرف پایان. طرف بالا رفتگی قسمت شاهرگ طرف بالا میرود اندام بالا رو بخون تامین میکند و خونی که پر از اکسیژن بده این اکسیژن رو داده ماده غذایی رو میتید و در نتیجه به خونی شریانی به خونی وریدی مبدل گشته توسط وریدهای خالی بالا به کجا میاد؟ به دهلیزی راست و شریانی که قسمت اندام پایان رو رفته با خون تامین میکنند آنها هم ماده غذایی اکسیژن رو میدهند و از آنجا با خونی وریدی مبادل گشته توسط وریدهای خالی پایان چی میکنند؟ با دهلیز راست دل آمده میریزند. سوال میشود که در ترکیب وریدهای شوشی چگونه خون حرکت میکنند؟ وریدهای شوشی خونی که از اکسیژن بای است یعنی چی میگیم؟ خونی شریانی. در ترکیب شریان شوشی چگونه خون حرکت میکنند؟ در ترکیب شریان شوشی خونی از CO2 بوی یعنی خونی وریدی و در ترکیب شاهرگ یعنی در دور خردی گردش خون رگ‌ها و خون متناسبی چپند یعنی میبینید رگ شریانی است اما خون شریانی است. ببینید رگ شریانی است خونش وریدی رگ وریدی است خونش شریانی. در دور کلان خونی شریانی در رگ‌های شریانی حرکت میکنه. شاهرگ بر رگ‌های شریانی منصوب است و در ترکیبش دارد خونی شریانی دارد. رگ‌های وریدی خالی بالا و پایان رگ‌های چی است؟ رگ‌های
رگ‌های خونی بالا و پایین رگ‌های شریانی در ترکیبشون چی؟ خونی شریانی حرکت میکنند و رگ‌های وردی خونی وردی در رگ‌های شریانیش باشد خونی شریانی حرکت میکنند. این بود سوال‌هایی که مثلا میتواند که چکنه با شما پیشنهاد کرده شود از این موضوع. یعنی ما در این مورد دوره گردش خون هم گپ زدیم، همش گپ زدیم. یگانه چیزی که ما سیستم گذرانندگی اگر دونه دیل چی دارد؟ اتوماتیزم یک اگر اینجا چطوری میگن تا خیر در این خودش میکشیم در دیل هست اتوماتیزم. یعنی موشک‌های دیل از دیگر موشک‌های بدن با فرق میکنند که قابلیت دارند که خودشون به تاثیر ایمپولس عصبی کشش کنند. یعنی موشک‌های اسکلتی را اگر شما ببینید، موشک‌های اسکلتی در موشک‌های اسکلتی برای کشش خوردنشون حتمی چی لازم است؟ حتمی ایمپولس عصبی. و موشک‌های اسکلتی ما اگر ایمپولس عصبی تاثیر نکنند اونها حرکت کردن نمیتوانند. اما با موشک‌های دیل ایمپولس عصبی هم اگر تاثیر نکند او قابلیتی کشش‌خوری دارد، زیرا که در دیل سیستم گذرانندگی گفتنی ساختار است که و قابلیت دارد ایمپولس عصبی را حاصل کند. خیلی میکرد موشک‌های دیل قابلیتی خود از خود کشش‌خوری ندارند. تنها این قابلیت را سیستم گذرانندگی تامین میکنند. در منطقه‌ای که وین خالی بالا و پایان میریزند در این منطقه یک گیره جایگیر شده، گیره سینو آرتریالی. گیره سینو گفتگی انمی سینوس وین خالیگی رو بالاتینی میگن سینوس و دهلیز رو میگن اتریوم. گیره سینو آرتریالی یعنی در بین تا سینوس و اتریوم جایگیر است و باز در این منطقه یک تا دیگر جایگیر شده است گیره آوش گیره اتریو ونتریکولیاری. ونتریکولوس میدچه در بین دهلیز میدچه جایگیر است. این گیره رو میگن گیره اتریو ونتریکولیاری و گیره سینو آرتریالی اتریو ونتریکولیاری توسط نخ‌ها چی میشوند؟ با هم دیگر پیوست میشوند. سه بنچه دارند. خیلی بنچهش هم میگم بخمانه و اینکه بخط توریل یا این نامی اولی موقتی ما میگیم نخوایی این سه تا رو میگیم نخوایی بین گیرهی سینو آرتریالی اتریو ونتریکولیاری با یک دیگر توسط نخوایی بین گیرهی پیوست میشن و از گیره سینو آرتریالی باز یک شاخه دیگر میبراید که این نام دارد پویچه گیس. این گیس بنچه گیس نام دارد، نامی اولی موقتی بنچه گیس و بنچه گیس میاد و دو شاخچه جدا میشود. دو پویچه راستی گیسه اینش باشد پویچه چپی گیسه. پویچه چپی گیسه در نوبت خود دو پویچه دارد، پویچه پیش و خلفی گیسه و از پویچه های گیس چی میبراید؟ نخوای پرکینه. الان نخوایی که ما میبینیم نخوای خورده که است، این نخوای چی؟ پرکینه است. نخوای پرکینه که با موشک‌های دیل پیوست شده. الان این پوسیاسیون شده رو میارن با موشک‌های دیل میتونن و موشک‌های دیل کش میخورن. در حالت میوری این گیره سینو آرتریالی 60 تا 80 ایمپولس حاصل میکنه. دیل ما 60 تا 80 تا میزنه، 60 تا 80 ایمپولس در گیره سینو آرتریالی حاصل میشه و گیره اتریو ونتریکولیاری باشد. گیره اتریو ونتریکولیاری از 50 پایان ایمپولس حاصل میکنن. گیس باشد از 40 پایان ایمپولس حاصل میکنن. هر چقدر در این سیستم گذرانندگی میگن هر چقدر که ما پایان رفتن گرفتیم قابلیت ایمپولس حاصل کردن، قابلیت حاصل کنی ایمپولس چی میشه؟ سوس شدن میگیرد و در داخل گیره سینو آرتریالی اتریو ونتریکولیاری گیس حجره ها جایگیر است. یک چند عمود حجره ها دارد و یکی از این حجره ها دارد پیس میکرش این حجره هایی که چی؟ قابلیت ایمپولس حاصل کردن رو دارن. انمی پی حجره هایشان و گیره سینو آرتریالی ایمپولس حاصل میکنند 60-80 تا اتریو ونتریکولیاری کمتر هم 50 تا پایان گیس 40 هم خیلی واسه کم شده رفتن میگیرد. وقتی که در حالت میاری گیره سینو آرتریالی اگر ایمپولس حاصل میکنند دیگر قسمت های در پایان جایگیر شده همه آنها این ایمپولس رو میگذرانند. وقتی که اگر گیره سینو آرتریالی ایمپولس حاصل کردن نتونست یا اینکه ایمپولس حاصل کرده شد با گیره اوی اگر دادن نتونست یگان
بلاک شود اگر بندیش میگن، این بندیش شود اگر نتواند گذرانیدن. این هنگام وظیفه گیره سینه ارتریولی این پوز حاصل کردن رو گیره اتریوونتریکولی به عهده میگیرد. یعنی گیره سینه نباشد، گیره اتریوونتریکولی موقتا با جای چی میکنه کار میکنه. اگر اوی نباشد گیسه کار میکنه. یعنی این سیستم گذرانندگی دل بوده، سیستم گذرانندگی قابلیت اتوماتی دل رو چی میکنن تامین میکنن. بعد سوال میشد که آیا دل رو غدود گفتن ممکن، غدود گفتن قابلیت اندوکرینی دل دارد؟ در دل قابلیت اندوکرینی، قابلیت غدود گرم حاصل کنی دیده میشد؟ بله، در گوشک‌های دل دارد، در این منطقه گوشک‌ها دارد. در این گوشک‌های دل یک گرمون اوریکولین یا اینکه گرمون نتری اورتیکی میگن، گرمون نتری اورتیکی حاصل میکنند که این در تنظیم فشار خون اشتراک میکنند. بعد از همه فشار بلند در شاهرگ، از همه فشار پست در کجا؟ در ورطه خالی بالا و پایان. همین رو گفتن گذاره. در شاهرگ، اگر در شاهرگ فشار فشار 115 تا 120 130 سانتی میلیمتر سنچه سیموبی. در شاهرگ در فشار تا 130 و وقتی که شاهرگ رفتن میگیره از دل دور شدن میگیره، فشار طرف پس شدن میگیره. بعد شریان های میانه در اوجه 70-80 بشه، بعد هم خیلی فشار خون چی طرف پس شدن میگیره. در مویرکا علاقه فشار خون 6 تا 20 میلیمتر سنچه سیموبی و وقتی رفتن میگیره حرکت کرده، بعد با چی میگه؟ با واریتوی شامی شاهرگ حرکت کرده، آینده با چی؟ با واریتوی خالی با آخر میرسد و در این واریتوی خالی فشار خون میتواند 5-7 میلیمتر سنچه سیموبی باشد. یعنی فشار منفی است، زیرا که از فشار اتمسفری پست می باشد. خلاصه گپ برای چی خون حرکت میکنه؟ حرکت خون در این رکا سبب در این است که یکمین سبب حساب گرادینت فشار، فرق فشار در اول ببین، اولی سرشوی در فشار 115-130 و در جای منطقه با آخر سی فشار چند است؟ فشار 5-7 میلیمتر سنچه سیموبی، حتی مینوسه. و این قابلیت دارد که این قابلیت حرکت خون را در رکا در دور کلان گردش خون چی میکنند؟ تامین میکنند. در دور خورد هم همین خیلی است. در این منطقه اگر فشار 0 باشد، اگر در واریدهای شوشی اگر فشار 0 باشد، در شرایط شوشی باشد تا 20 میلیمتر سنچه سیموبی را میتواند شد. و این 20 قابلیت دارد که حرکت خون را در دور گردش خون چی کند؟ تامین کند. بعد ما داشتیم با نبض یا پولس میگه. این وقتی که از معدچه چپ کش میخوره، خون رو به چی میدید؟ به شاهرگ میتید، و شاهرگ دیوارش یازش میخورد و به لرزش میاد و این موج لرزش حرکت کرده در رکای شرنی میرود و این از این قوهی که معدچه پرتاب به دیواره شاهرگ تاثیر کرد، این لرزش همین تا همین در جاهایی که در همان منطقه‌ای که شریان رکای شریانی سطحی جایگیرن میتونه که سطحی و با عمیق چقور جایگیرن. در جایی که سطحی جایگیر شدن ما میتونیم که چی کنیم؟ الان لپیش نبض رو پالموستان معین کنیم و هر یک لپیش این نبضی که در سرپنجه ما ببینیم، این هر یک نبضش برابر است با یک تپش دل. تشکر به دقتتان.